در مورد سوالی که خواهرمون اولین تماس بود فکر کنم پرسیدن در مورد اینکه باید کشت، در هیچ جا در دین مبین اسلام نگفته که شما مخالفینتون رو بکشید. تاریخ اسلام خواهر گرامی اینو ثابت کرده که مسلمان ها وارد هر کشوری شدن، هیچ اجباری در پذیرفتن دین مبین اسلام نبوده. وجود زردشتیان آتشپرست در ایران، وجود مسیحیان و یهودیان در فلسطین و در مصر و در سوریه و در تقریبا میشه گفت در اکثر کشورهای اسلامی ادیان و مذاهب مختلف وجود داره. مثلا هند بیش از 600 سال مسلمان ها حکومت کردن، اما هندوها رو مجبور نکردن که دین مبین اسلام را قبول بکنن. هرگز. ببینید اسپانیا که اسم اسلامیش اندلس بود، وقتی که مسیحی ها گرفتن، فیلیپ دوم پادشاه اسپانیا امر کرد که هر کس که سر یک مسلمانی رو بیاره بهش جایزه میدن. همین اروپایی که داد از دموکراسی و حقوق بشر میزنن. میدونید که مسیحیانی که وارد اندلس شده بودن یا مسیحیانی که در اونجا در سایه حکومت اسلامیش 600-700 سال زندگی کردن، همینا بیش از 60,000 مسلمان رو سرشو بریدن و هر سر مسلمانی رو که می آوردن در مقابل هدیه می گرفتن، جایزه می گرفتن. دادگاهی که در اونجا ساختن و به اسم محاکم تفتیش معروف است در تاریخ، این دادگاه ها می گشتن هر خانه‌ای که شک می کردن که در اونجا مسلمانی وجود داره، این مسلمان رو می آوردن یا می گفتن که برگرد مسیحی شو یا اینکه اعدامش می کردن. کل سرزمین اسپانیا رو اینا پاکسازی کردن، یک مسلمانی رو هم در اونجا زنده نگذاشتن. من بعضی از اسپانیایی که تازه مسلمان شده بودن یعنی حکایت میکردن که یکیش گریه میکرد. من در یکی از مواسم حج باش آشنا شدم، میگفت هنوزم یعنی وقتی که ما در شجره خانوادهمون میبینیم، در بین خانوادهمون اسمای مثل محمد، ابوبکر، عثمان، علی، طلحه، جعفر، اسمای مثل فاطمه، زینب، عایشه، اینا هست، چون که اینا خانواده‌های مسلمانی بودن که به زور اینها رو مسیحی کردن. اما اسلام در هیچ جای دنیا مردم رو اجبار نکرد. چرا؟ تعلیم قرآن این است که لا اکراه فی الدین، هیچ اجباری در دین نیست. اما این که میگن اسلام کشته، اسلام بسته، اسلام فلان کرده، من هفته گذاشتم نشون دادم در همین برنامه که جنگ جهانی دوم رو کی برای انداخت، جنگ جهانی اول رو کی برای انداخت، جنگ های صلیبی رو بر علیه کشورهای اسلامی کی برای انداخت؟ همین مسیحی ها بودن. بیش از 180 میلیون انسان رو در طول دو جنگ جهانی و جنگ های مختلفی که در بین این دو جنگ و قبل از این بود، اینها کشتن و اکثریت این کشته شدگان هم در کشورهای اسلامی از مسلمان ها بودن. می اومدن وارد یک شهر می شدن، به خاک خون می کشیدن همه چیزا. اما هیچ، امروز اینا مدعیان حقوق بشر هستن. وقتی که متهم میکنن اسلام رو به آدم کشی، حالا اگر یک نفری میاد مثلا خودش رو منفجر میکنه در بین مردم بیگناه یا کسی رو میکشه به نام اسلام و مسلمان، نمیشه ما اسلام رو متهم بکنیم. اسلام هیچ وقت نگفته که شما مخالفتون رو بکشید، ولو اینکه دین غیر از دین شما داشته باشه، هیچ وقت نگفته. بلکه الله سبحانه و تعالی ما رو منع کرده از اینکه مخالفین خودمون، کسایی که با ما نمی جنگن، رو بکشیم. الله سبحانه و تعالی در سوره ممتحنه آیه 8 در اینجا میگه که لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین. میگه که الله سبحانه و تعالی شما رو منع نمیکنه از اینکه نیکی کنید و با عدالت رفتار بکنید نسبت به کسانی که در امر دین با شما نجنگیدن
و شما را از دیارتان بیرون نکردند. بیگمان الله عدالت پیشگان را دوست دارد. امروز اگر مردم عراق تروریست شدن، اگر مردم عراق داعش شدن، اگر مردم عراق القاعده شدن، اگر مردم عراق به اصطلاح عملیات انتحاری انجام میدن یا عملیات استشهادی انجام میدن، مردم عراق در زمان صدام حسینی که یک دیکتاتور بود، میدونید صدام حسین رو به خاطر 140-150 نفری که در دجیل اعدامش کردن، هیچ تهمتی غیر از این نداشتن بر علیه صدام، که 140 چند نفر بیگناه رو 141 نفر بیگناه رو در دجیل اعدام کرد. صدام رفته بود برای دیداری از اون منطقه، شیعیان به تحریک ایران سوء قصد کردن به جان صدام کسایی که متهم بودن به این ترور دستگیر کرد و همه رو اعدام کرد. یکی از جرم‌هایی که به خاطرش صدام اعدام شد همین بود. اینها اومدن اولا صدام رو تحریک کردن در جنگ با ایران که خمینی هم در این جنگ شریک بود. بعد صدام رو تحریک کردن به حمله به کویت به خاطر اینکه پایگاه بسازن در کشورهای خلیج. بر صورت از این مسائل میگذریم. بعد اومدن دیدن که صدام سرکشی میکنه، اومدن محاصره اقتصادی کردن. حق نداری نفتتو بفروشی، حق نداری نمیدونم چیزی وارد بکنی، حق نداری چیزی صادر بکنی. در مدت 4-5 سالی که محاصره اقتصادی بود، عراق بیش از 1 میلیون کودک عراقی به خاطر نبودن واکسن و دارو مردن. بیش از 1 میلیون کودک. آیا در زمان صدام داعش بود؟ در زمان صدام القاعده بود؟ در زمان صدام این کشتن و شیعه کشی و سنی کشی در عراق بود؟ نبود. همین مراجع شیعه از سیستانی گرفته تا ما کلیپشو پخش کردیم که خود احمدی نژاد و روحانی اعتراف میکنن که ما در جنگ عراق و در جنگ افغانستان همکاری کردیم با آمریکا. آمریکا اومد عراق رو گرفت داد تحویل ایران. همین نور مالکی و ایاد علاوی و همین کسایی که در عراق حکومت کردن و حکومت دارن میکنن، اینا کیان؟ اینا کسایی هستن که حزب الدعوه عراق بودن، در ایران بزرگ شدن، در ایران آموزش دیدن و از ایران برگشتن و در اونجا به اصطلاح آمریکا حکومت داد دست اینا. بعد از اون شروع کردن به سنی کشی. اینا که شروع کردن، خب طبعا کسی که داره کشته میشه شما چی میخواید ازش؟ بشین همینطور دست بسته نشستن. باور به خدا بکنید که علمای عراق از دارالفتای عربستان سعودی فتوا خواستن برای جهاد، اینا فتوا ندادن که در مقابل شیعیان مسلح بشن و با اونا بجنگن، تا اینکه کارت به استخوانشون رسید. کسی رو که پدرشو کشتن، همسرشو کشتن، به نوامیسش تجاوز کردن، خب طرفی که عزت و شرفش مورد تجاوز قرار بگیره، شما تصور میکنید که داعشی نشه، القاعده نشه، نره نکشه، خودشو منفجر نکنه، چیکار میخواد بکنه؟ این داعش و تروریست ها رو اینا خودشون ساختن. ظلم و جنایت های اینها سبب شد که اینها ساخته بشن، اینا به وجود بیان. اینا برای انتقام گیری ساخته شدن. چرا قبل از تجاوز آمریکا به افغانستان یا به بقیه کشورهای اسلامی، به سومال، چرا در اون موقع این سازمان های تروریستی به قول خودشون نبود؟ اینها زائیده همین ظلم و ستمی هستن که آمریکا و کشورهای صلیبی بر علیه مسلمان ها روا داشتن. اما الله سبحانه و تعالی ما را امر میکنه که با کسانی که با شما نجنگیدن، لم یقاتلوکم فی الدین، به خاطر دینتون با شما نجنگیدن، ولم یخرجوکم من دیارکم، به کشور شما تجاوز نکردن، شما را از کشورتون بیرون نکردن، با اینها نیکی بکنید و با عدالت باشون رفتار بکنید که الله سبحانه و تعالی عدالت پیشگان را دوست دارد. بیارید یک آیه مثل این در اعتقادات و افکار مذاهب غیر اسلامی، کاری به کارت نداشته باشه. تو دینت، من دینم، من به تو کار ندارم، تو به من کار نداشته باش، من تو رو نمیکشم، تو منو نکش. اما وقتی که بهت تجاوز کرد، اسلام نمیگه که اگر که یک سری به این طرف، مثل انجیل میگه اگر یک سری این طرف زد، این رو تو برگرد و میگه یک سری به این طرف هم بزن. نه، اسلام میگه اگر که فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم، کسی به شما تجاوز میکنه، همان گونه که به شما تجاوز میکنه به او تجاوز بکنید. اگر بمباران میکنه شما را، اگر به خاکتون تجاوز میکنه، شما از خاکتون دفاع بکنید در مقابل متجاوز. اسلام نمیگه که بشینید تو خونه هر غلطی خواست بکنه دشمنان باهاتون به نوامیستون تجاوز بکنه شما سر و صداتون در نیاد. این در مورد این که اسلام دین کشتن است. این دروغی است که اینها ساختن، دروغی است که تبلیغ میکنن، دروغی است که بنابر اعمالی که
گروه های تروریستی و گروه هایی که اکثرا در طول تاریخ ببینید مرتکب این جنایت ها و جرم ها یعنی کسانی شدن که پیرو مذاهب باطنی بودن، مانند مذهب روافض 12 امامه. آه